بنا به اطلاع دریافتی رسانه‌ها تفتیش پرونده روزنامه‌نگار مستقل تاجیک دلیر امامعلی به انجام رسیده است. مقامات و وکیل مدافع با بهانه مخفی بودن پرونده در این باره معلومات نمی‌دهند. ولی رادیوی آزادی روز 22 آگوست سال 2022 با استناد به منابع باوری بخشش خبر داد که تفتیش پرونده دلیر امامعلی به انجام رسیده است و آن روزهای نزدیک به دادگاه فرستاده می شود. دلیر امامعلی هنرپیشه، ژورنالیست و بلاگر مستقل روز 15 ایون سال 2022 در پی نشر سلسله ویدیوها درباره تخریب خانه‌های مردم در محله پنشر نویه شامنصور به حبس گرفته شد. خود همان روز مقامات نویه شامنصور با بهانه گویا به کارمندان ملیسه زوراوری نشان دادن ژورنالیست عبدالله غربتی که در تهیه ویدیوها به دلیر امامعلی کمک می‌رساند نیز به حبس گرفتند. تنها بعد بیش از یک ماه حبسش مقامات خبر دادند که دلیر امامعلی به صاحبکاری غیر قانونی، نشر خبر دروغ و همکاری با سازمان‌های ممنوع ایبدار می‌شود. اتحاد همکاری با سازمان‌های ممنوع در برابر زوراوری و تعقیر نماینده دولت به عیبنامه همکار دلیر عبدالله غربتی نیز افزوده شده است. گروه 24 و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، دو سازمان اپوزیسیونی فعالیتشان فعلا در تاجیکستان ممنوع، اصرار داشتند که دلیر امامعلی، عبدالله غربتی و هیچ کدام دیگر از ژورنالیست‌های اخیراً در تاجیکستان افشا شده عضو آنها نبودند و همکاری هم نداشتند. هفته گذشته دادگاه نویه شامنصور خبر داد که پرونده عبدالله غربتی علیکی بعد انجام تفتیش پیشکی و تصدیق فکر عیبدارکنی به دست این دادگاه رسیده است، ولی صحنه شروع مرافعه هنوز اعلان نشده است. سازمان‌های بین المللی از جمله کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات تاجیکستان همچنان طلب دارد که ژورنالیستان افشرده را آزاد و تعقیب آنها را بس کنند. دوشنبه تا حال به این دعوت‌ها پاسخ نداده است. بنا به اطلاع دریافتی طی 3 ماه اخیر در تاجیکستان دست کم 8 ژورنالیست و بلاگر دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، زفقبیک سیدامینی، عبدالستور پیر محمدزاده و 4 بلاگر زاده بدخشان محمد سلطان، الفت خانم محمدشاه و خوشام گلیم و مقصود غیاسف به حبس گرفته شدند.